سلسله نمایش سیر کشور محبوب را از شبکه دوست داشته‌تان منظورتان می‌گردانیم و باور داریم که این سیاحت به شما نیز پسند خواهد گشت. حالا بعد منطقه‌های دوردستی وطنم مسافر کردم باری اول است. این زمان ما در درآمدگاه شهر روغون قرار داریم. بلندیش 335 متر میشه. حالا سالهای بلند دیده هستین؟ قریب همونجا برابر میشه. باوری حاصل کردیم که در حقیقت تاجیکستان منظره‌های زیبا دارد. انسان قدرت داشته است که در دل کوه نیروگاه سازد.